ریحان خوب میتونه جواب بده. اینه که از چه راهی میتونیم درآمد داشته باشیم در دوران دانشجو؟ لیست ببین برای اینکه تو دوران دانشجویی بتونین کار کنین، در واقع اگر که میخواین کار کنید اینا، مهمترینش اینه که باسن رو جمع کنید. این یه تیکه رو برید، بقیه راه حله. خب شما هر کاری بگید میتونید بکنید. انواع آنلاین شاپ ها رو میتونید بزنید، انواعش رو در سراسر چیزا میتونید بزنید. و اگه بخوایم حتی توی یه ویدیو میتونم دونه دونه آنلاین شاپ های مختلف و چه حالا خودم داشتم چه دوستام داشتن بهتون بگم که باگش چیه و خوبیش چیه، مثلا کجا میتونید برید بگیرینش. من کاملا جدی دارم میگم، واقعا میتونید همه کاری بکنید. من برای بخواین انجام بدم، ولی مهمترین مشکلی که بچه‌های ما دارن اینه که اونایی که خصوصا خوبن نه میان اولین کاری که میکنن بریم قلمچی پشتیبان شیم. خب این اصلا خوب نیست که شما هی میخواید همه میرن قلمچی. بابا یه دقیقه استاپ کنید. من خودم همین بودم، البته من تو قلمچی واقعا پول زیادی درآوردم و واقعا راضی بودم، ولی حرف من اینه که ببینید هر کسی یه مسیری داره. شما ببینید از چه خوشتون میاد برید اون انجام بدید. و دانشجویی من اصلا قبول ندارم میگن دانشجویی هرچی زیادی تایم ما رو میگیره. نه حالا معلم عینش رو عزیزم جدی میگم، بعضی میخوان معلم ببینید معلم گفتم ببین اینو جدی دارم میگم، توی دانشگاه خب باید تصمیم بگیری یا ای درجه یکی پرفکتی و اوکی. شما مثلا اونایی که بدون کنکور میری بالا دمت گرم، شما مثلا مسیر زندگیتونه، یا اون نیستی. خب اگه اون نیستی خیلی تایمت آزاد میشه. من نمیدونم چرا میگن که تایم ندارم. این بین بودن خیلی وقتی نمیبره ازت. حتی ما دیگه داریم راجع به پزشکی این حرفو میزنیم. مثلا رشته که واقعا ببین یه جا نشسته بودیم با هم بودیم، یه آقا پسری 12 صفحه دستش بود، 8 ساعت داشت میخوند تو وصیت امام وصایای امام. من نمیخواستم بگم چیزی هم میخوام. حالا مثلا کار بابا تمومش کن و مثلا به همون بگی میگه من همه تفریحاتم میگذارم برای وصایای امام. واقعا خیلی به خودتون بستگی داره. یه دوستی بود خب اصل من اون موقع دکور میزدم، دکور تولد و اینا، و درآمدش خیلی خوبه اگه میخوایم بریم توش. یعنی با یه بار دکور زدن 15 تومن 20 تومن میره تو جیبتون. شاید 5-6 تومن مثلا پول همه چی با هم بشه، خصوصا اگه بتونید تیم درست کنید. یعنی یه تیم درست کنید براتون فینگر فود بگیره، اون یکی اینجوری کنید و به هر کم 1% بدید واسه 10 تومن خالص واسه خودتون میاد، خیلی لذت بخشه. بعد من داشتم فینگر فود و اینا رو درست کردم، بادکنک‌ها رو برداشتم و یه سری هدیه‌ام شب تا صبح زدم. بعد داشتم تو ماشین میچیدم که ببرم اونجایی که دعوت بودم. بعد یکی از همسایه‌های ما دقیقاً تو رشته پزشکی بود و اون منو دید، گفت با هم داشتیم میرفتیم بیرون، گفت چه جوری هم کار میکنی؟ واقعا داری میری الان فلان جا؟ گفتم آره دارم میرم تولدم بزنم اینا. گفت وای آخه چه جوری به درسال؟ من با یه حالت خیلی بدی واقعا که چه جوری درسال میرسی و اینا اینجوری. من میچرفتم با که دیگه حالا میرسم دیگه فلان. ببین ما با هم رفتیم بیرون و با هم برگشتیم. یعنی جا پارک دوباره موقعی که داشتیم پارک می‌کردیم جفتمون با هم برگشتیم. و اون رفته بود مهمونی پارتی اینجوری، من رفته بودم یه کاری انجام داده بودم. میدونی چی میگم؟ این انتخاب شماست که توی اون لحظه چی کار کنین. و پیشنهادم برای همه دخترها و همه پسرهای عزیز اینه که شاید تو این لحظه یکی ازتون بپرسه که دوست دختر چند تا داری، دوست پسر چیکار کردی و فلان و فیسار و اینا، ولی در آینده نه چندان دور که یک سن پالایی بشین سرتون بره بالاتر، هیچ کی دیگه نمیپرسه که چی کار کردی چی کار نکردی و فلان و اینا. الان چی داری؟ خب الان چی داری؟ الان چه جوری با فلان چیز برخورد میکنی؟ فلان اتفاق چه جوری مثلا جمع میکنی اینا؟ و شما ببین من اینو واقعا میگم، من کارهای زیادی کردم از بچگی الان فلان و به خاطر مدارسی که میرفتم تو مدرسه های ما خیلی چیزایی یاد نکردم. من واقعا نمیدونم مثلا دیپلم خیاطی کلاس 5 من به درد کجای من خورد، من هنوز یاد نگرفتم. یعنی مثلا خیلی کار یاد دادن و اینا. حالا همین کاری که خودم اینجوری سوراخ انگوش میگم ببینم چه مدلی ان باعث شد که الان یه عالمه تجربه دارم. اوکی
من الان یه عالمه تجربه دارم و میدونم از یه عالمه کار بدم میاد و هنوز نمیدونم بجز پزشکی به چه کاری علاقه دارم. خب اینو بذارید کنار، اینو قبول دارم واقعا. یعنی نمیتونم بگم من الان میلیاردها پول در آوردم از نه اصلا نیازی نیست آدم قصد باشه. ولی یه چیزی که هست اینه که من واقعا میتونم الان یه منیج بکنم کارامو. خب حالا اگه اشتباه میگم وایسا بگه اشتباه میگم، یا مثلا میخوام برنامه‌ریزی کنم بتونم بگم آها اگه اینجوری کنیم. ما برنامه ریختیم برای گروه بچه‌هامون. خب و این برنامه رو من جوری تنظیم کرده بودم که همه فقط 10 روز پاشن بیان بیمارستان، غیر اینه؟ نه. میدونی چی میگم؟ یعنی تو یه کوچولو کم و زیاد میشد ولی فقط 10 روز میاد. شاید باورتون نشه بچه‌ها اصلا اینو درک نمی‌کردن که 10 روز بیان کارشون تموم شد. عزیزم درک کنین. ببین با برنامه من واقعا فکر می‌کنم به خاطر تک بعدی بودن اینشون بود که اصلا فقط یه کار. یعنی بچه‌ای که سر کار میرفتن میفهمیدن من چی میگفتم، اونایی که سر کار نمیرفتن اصلا متوجه نمی‌شدم. آره خیلی اصلا درکی از این قضیه ندارم. ولی خب در کل بخوام یه پیشنهادی بهتون بکنم، خوش نمیشه دوستان، لباسم کثیف نیست. من الان توضیح بدم خیس خوش نمیشه. تمرکزتون رو بذارین رو خودتون، رو پیشرفتتون، شخصیتتون، روح و روانت. کتاب بیشتری بخونی، ورزش بکنی، کلاس بری، زبان یاد بگیری، وقتتو با دوستا و آدمایی که به پیشرفتت کمک میکنن بگذرون. دیشب یه دختری بهم گفت که 21 سالم و فلان، ولی داستانایی و اینا. نهایتاً این بود که اصلا چه توصیه به من میکنه من که 21 سالمه. اولش گفتم نمیدونم، بعد یه دفعه یادم افتاد اگر که من وقتی 21 سالم بود کجا وایساده بودم، چیکار میکردم. خب منم افتضاحات ماشاءالله آدم اصلا چند تا تپه نریده بزرگ دارم، ولی هزاران تپه ریده همونطور که در صحنه میبینی تپه اینا همه نریدم تنهایی. و با وجود بابایی مثل حسن آقا و رفیقانی بازم اون تپه‌های نریدن من پر کردم. یعنی اصلا حرف هیچ به گوش نمیدادم متاسفانه. ولی اگه برگردم به عقبم و به 21 سالگی، مهمترین چیزی که میگم ریحانه یک لحظه صبر کن، هیچ احدی نمیمونه، دختر پسر نداره، اینقدر وقت نذار برای بقیه، واقعا به درک که فلانی حالش بده، واقعا به درک. باید اولویت همیشه توی هر زمینه‌ای، توی هر رابطه‌ای، توی همه شرایطی. حتی به نظر من آدم اصلا وقتی ازدواج میکنن این فداکاریو میاد کسی به تو میده. حتی آدم وقتی ازدواج میکنن به نظر من وای اینایی که تو دوستی با یه مثلا جنس مخالف همه تمرکزشون میذارن رو رشدمون. ببین این خیلی سمه خواهش خیلی آره اصلا من خودم تپه نریدنم من چقدر دایرکت میگیرم از این قضیه که مثلا دخترا بهم دایرکت میدن که آقا من کات کردم حالم بده خیلی فلانم، انقدر مدت گذشته چیکار کنم برگرده، چیکار کنم فراموشش کنم، چیکار کنم فلان کنم. آقا تمرکزت بذار رو خودت، رو پیشرفت خودت. من همیشه میگم اوکی تو انقدر تمرکز بذار رو خودت که خودت پیشرفت کنی، آدم خفنی بشی که اون با خودش بگه آقا من چه جواهری از دست دادم، من چه آدم خفنی از دست دادم. بعد تو زمانی که فوکوستو میذاری رو خودت دیگه اولویتت اون نیست، اون آدم نیست، هیچ آدم دیگه نیست، اولویتت خودتی. واسه همین یه نفر که از زندگیت بره خیلی آسیب نمیبینی، ضربه نمیخوری. مثلا یه چیز دیگه میگم، مثلا فکر کنید شما با یکی بودید که اصلا شما خراب کردی، تو بد کردی، خب الان میخوای بری درست کنی، چی رو درست کنی؟ فکر می‌کنی یادش رفته اون حرفایی که تو زدی و اون انرژی که میخوای بذاری رو این، خودتو درست کن، برو رو بعدی کار کن. نکس همیشه نکس همیشه نکس. آره همیشه نکس. از این موضوع بگذاریم. نوشته که از یوتیوب میشه درآمد داشت. بله میشه درآمد داشت و درآمدش هم خب یا دلاری یا لیر و اینا. یوتیوب من اینجا الان میاد. نوشته تو درآمد کسب میکنی ازش. آره. بعد نوشته که میگم چرا انقدر خودکشی تو دانشجوی پزشکی زیاد شده، به چی فکر میکنین؟ دیگه باید به کجا برسین که خودکشی میکنین؟ واقعا این سوال من میمونم جواب بدم، بخاطر که شرایط پزشکی انقدر سخته، انقدر طولانیه، انقدر طاقت فرسه، دقیقا مثل سربازیه. واقعا به نظرم نیست. چرا سربازا کمتر از خودشون میکشن؟ به خاطر که خیلی طولانیه. و یه چیز دیگه هست که تو به یه امیدی میای و میبینی اون چیزی که برای تعریف با اون چیزی حالا من یه گزینه دیگه تو ذهنمه. بچه‌های تجربی که حالا میان پزشکی، ببخشید اینو میگم، ولی حداقل توی مدرسه اینا تاپای خود هر جایی بودن، تو هر جایی درس خوندن این تاپه بود، یعنی همه میدونستن که این تجیه چیزی میشه.
اینجوری نبوده یه دفعه بگه او این چه جوری پزشکی قبول شد نیست. خب یعنی معلومه این تشریح چیزی میشه. خب شما همچین نخبه هایی رو تو درس خوندن ببینید، یعنی یارو تمرکز گذاشته فقط درس خوندن، فقط درس خوندن میاد و یه دفعه با این مواجه میشه که به جای اینکه بهش احترام بذارن، به جای اینکه بزرگش کنن، تحقیرش میکنن. یعنی استاد وقتی صداش میکنه به جای اینکه بگه که مثلا خانم دکتر لطفا این کارو بکنید، میگه خانم دکتر لطفا این کارو میکنید، حالا اگه فایز اینو نندازه مثلا اینجوری خانم دکتر این کار میکنی، مثلا یه جوری که مثلا چلمن اسکل این کارو میکنه و این شاید مثلا بگید حالا یه بار بگیم نه عزیزم در روز بالغ بر 10 بار شما این از دهن همه میشنوید. یکی از بزرگترین من واقعا اساتید محترم امیدوارم دکترهای محترم اینو ببینن که اتندن یا اتنشن هر چی. خب یه چیزی یا حتی رزیدنت های سال بالا وقتی که این بچه منظور بیشتر رزیدنت هم واقعا تا خودم خب تحقیر میکنی، فکر میکنی بهیار بهش احترام میذاره یه پرستار، شما که میری اونا میگه دور ایشون رو مورد عنایت پروری من همیشه این سواله که آیا خودشون تو این جایگاه نبودن؟ چرا این بودن ولی مثلا نمیدونم چرا باز هم همون رفتاری که باهاشون شده یعنی شما میدونی رفتارش گفت انیمال، رفتار انیمال تو رو با بله انیمال یادم اومد کدوم رزیدنت گفت درود بر شرفش که خودش انیمالی دیگر بود. نه خودش آخ چقدر سخته راجبش حرف زدن. خودش که آره دیگه امیدوارم که اینو نبینی، ولی اگه دید خودش سعی می‌کنه با انیمال بودن مقابله کنی، ولی گاهی اوقات انیمال یه جوری با پا زد تو در. من هنوز اون صحنه رو یادمه دوست عزیز، میدونی کیو میگم؟ فکر می‌کنم ببینم اگه میبینی من تو صد دارم دیگه، چون دارم مدنی تو رو دادم رو گم نکن. سخت‌ترین دوره پزشکی از نظر درسی کدومه؟ نه علوم پایه اصلا راجع به علوم پایه با من هم علوم پایه یه عده استادی هن که دوست داشتن پزشک نشدن و مثلا چرخه کرپس ما کجا استفاده کردیم؟ سر چرخه کرپس زخمیت میکنن، سر اینکه فلان چیزی که اینجا رد شده اسمش چیه؟ رگ کوچولوه. اون رگ کوچولوه الان به درد کی خورد؟ من الان تموم شد داره پزشکی والا به خودمون رگ کوچولو خود جراح نمیدونن اسم اون رگ چیه. ببین من اصلا نمیدونم واقعا چرا اینقدر سر چرت و پرت، ولی یه سری استادای ماهتش مثل آناتومی گلچین ببین یه چیزای مهمو میگفت و همونو واقعا به درد بخورد. آقا تلفنم این وسط زنگ خود ببخشید یهو رفتیم و داشتیم راجع به فایز کلی داشت حرف می‌زد تو اینا نزدی. آره یه تیکه هم که این وسط چیز شده بود. حالا اصلا رشته کلام از ذهنم پرید ولی خوشحال از ذهنش پرید. آره چون یه تلفنم زنگ خورد پیشنهاد خوبی بود و قراره با ریحانه بریم سر یه پروژه. البته که آره دیگه باید بیاد. آره دیگه اصلا حق تصمیم گیر نداری باید بیایی. فایز کلا میگن از ریزه میزا بترس قدش 140 فایز نمیدونم میدونی که اینقدر خب بعد واقعا بعد من 170 هر زوری که بگیدیم به من میگه تو خوردن تو آشامیدن تو رفتن اومدن خوابیدن. ببین باید بیای چون پیشرفت من پیشرفت توست. پیشرفت تو پیشرفت چه لبسی داره مگه جلو در قفل کردم میگم تو نرو تو میگی تو باید بیای. خب من تنها نیم تو باید من اینجوری تشویق کنی پوش کنی حمایت کنی. رفتیم ما امیدوارم که جواب سوال قبلی داده باشی. نمیشه تا حالا فکر کردی که ممکنه با یه روستایی ازدواج کنی؟ واقعا اهمیتی نداره به نظر من روستایی شهری. دوست دارم خودم هم برم تو روستا زندگی کنم نه تنها. نه بابا واقعا دوست دارم. نمیشه درسته که دانشجوی پزشکی دنبال پسرای پول دارن؟ نه. آره؟ نه. یعنی چی دانشجوی پزشکی دنبال پسرای؟ واقعا یعنی چی؟ من نمیفهمم. من آره. یکی برام نوشته مثلا میگم سلام قدت چنده؟ اگه گفت بالا 190 میگم سرمایه پدری. من با سن ما که سرمایه خودت نیست که سرمایه پدری چقدر
نوشته بیزینس هایی که داری چی هن؟ بیزینس از کدوم بیزینس هم براتون بگم؟ واو از کدوم بیزینس هم بهتون بگم؟ ها؟ بعد یکی نوشته یه سوال دارم چرا با خانم فلانی دیگه استوری نمیذاری؟ بچه یه عده‌ای بودن حالا خب ما باشون یه رفاقت داشتیم رفت آمد داشتیم و اینا ولی خب دیگه الان قطع رابطه شده و ممنون میشم که هر سری که من باکس میذارم اسم اینا رو نیاری. خانم فلانی به نظر من بپرسیم. نوشته اون دکتر زیبایی که رزیدنت جراحی عمومیه باش رابطه عاطفی داره. خیلی بچه دکتر امیر مسعود کریمی دوست منه و ایشون همسر دارن زن دارن. خب ممنون میشم. تو دانشگاه پزشکی البته اینجوری بودم یعنی که جواب سلام یکی رو میدادی 100% شما با هم یه رابطه‌ای داشتید. ولی به نظر واقعا اینو میگم هر کسی که اینطوری فکر میکنه که اگه کسی به کسی سلام علیک کنه یا شوخی کنه بگه بخنده 100% رابطه عاطفی یه چیزی هست که از خودش این مدلیه. باش نبگید نوشته عزیزم یه ترفند درس خوندن به کسایی که میخوان پزشکی قبولشن بگو. بیاین اینو یه ویدیو جدا کنیم کلا. باشه ولی اونو تو مال من میبینید چون بیشک تو اون من حرف میزنم. پس به کانال یوتیوب من بیاین سابسکرایب باید حق تبلیغ بگیرم ازت. چی حق تبلیغ بگیرم؟ من اینجا نشوندی من زور کردی یوتیوب بزنم. زشنبه باید بیای زشنبه داره منو به زور میبره. رودبار بچه رودبار داره منو میبره. من فیلم برداریدم تو هم باید بیای. آره پشت سر تو جزء منی. بله هستم. من جزء تو هم. بادیگارد داشتم کس بشه از شما بازی زنمش. نوشته که پزشکی چقدر برای یه خانم میتونه مفید باشه خوندنش. انقدر جنسیت زده نباشید به خدا. بعضی موقع ها انقدر این جنسیت زدگی البته ایران و فلان جا اونجا نداره ها. یعنی زنا تو کل دنیا باید برای این یه تیکه استغفرالله باید وایسن که دارن ندارن بگن ما فلانی ما بهمنیم. چتونه یه زنیم مگه چمونه؟ یکی از دوستای صمیمون نوشته شما نقاشی هم میکشید. بچه‌ها میدونستین که من تو 10 سالگیم 2 تا تابلو نقاشی کشیدم و کلی اون موقع نقاشی میکشیدم با مداد رنگی روغن و الان ولش کردم. فایسی یه چیزی بگم یه چیزی بگم جالب شاید براتون باشه. ما یه سری ویژگی داریم این دوستا که به هم میچسبیم. گذشته ها مونم شبیه همه. نه تنها فکر الانمون که هممون مثلا مهسا رئالیسته. این رنگ روغن من رنگ روغن و مداد سیاه بودم. تو رنگ روغنی؟ مداد رنگی و مداد رنگی. من مداد رنگی کار نکردم. یعنی مثلا تپه های گذشته ریدمون و تپه های آینده نریدمون شبیه همه. بله واقعا دوست دارم که نقاشی مدام بدم و دارم دنبال کلاس میگردم که برم دوباره نقاشی کنم و پیدا نمیکنه. تو رو خدا تو کرجیا بهش بگین پدر. آره همه دور و بریم کلافه شدن. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. حتما این ویدیو رو لایک کنین. دیگه خوباشو پرسیدم. خیلی استیک شد. حتما این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بزنین و کانال سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی. عزیزم چنل من رو محمد جان بچهای ادمین بنویسین، اون پایین تگ کنین، بزنین و بیاین پیش خودم. این جواب نمیده. خدافظ. تا ویدیو بعدی خدافظ.